خیمیای ارگانیکی چیست و چی را می‌آموزد؟ خیمیای ارگانیکی یکی از قسم‌های خیمیا بوده کربن و پیوستگی‌های آن را می‌آموزد. اولین مراتب از ماده‌های غیر ارگانیکی که ماده ارگانیکی حاصل نمود و سال چند. اولین مراتب عالم نمیس ویولر از ماده های غیر ارگانیکی ماده ارگانیکی حاصل نموده است. او سال 1824 کسلات اکسالات را و سال 1928 کربامید را حاصل کرده است. اولین مراتب نام خیمیای ارگانیکی را برسلیوس به کتاب خود اصطلاح خیمیای ارگانیکی آورده است. اولین کتاب درسی از خیمیای ارگانیکی سال 1827 نشر شده است که مؤلف آن برسلیوس می باشد. کتاب خیمیای ارگانیکی اولین مراتب از طرف دیمیتر ایوانویچ مندلیف به زبان روسی نوشته شده است. نظر ویتالیستی را شرح دهید. این نظریه یکی از تصورات‌های اولین در خیمیای ارگانیکی می باشد. موافق این نظریه ماده‌های ارگانیکی تنها در ارگانیسم زنده با تاثیر قوه حیات بخش حاصل می شوند. نظریه رادیکال ها را شرح دهید. این نظریه سالهای 30 عصر 19 از طرف لیببخ و ویولر پیشنهاد شده است. موافق این نظریه ماده های ارگانیکی به دو قسم رادیکال های ارگانیکی و باقی مانده های غیر ارگانیکی عبارت می باشند. نظر خیل ها را شرح دهید. این نظریه سالهای 40 عصر 19 از طرف لوران و ژرار پیشنهاد شدند. موافق آن همه پیوستگی های ارگانیکی حاصله های ماده های عادی ترین غیر ارگانیکی می باشند. فرمولای استرکتوری چیست؟ تصویر اسکمایی که در آن ترتیبی با همدیگر پیوست شوی اتم ها در مولکول ها نشان داده شده است. فرمولای استرکتوری می نامند. ماده هایی که ترکیب و ماسه مولکولوی یخیله داشته ساخت مولکولشان گوناگون است و دارای خاصیت مختلف می باشد ایزومر می نامند. ایزومر دو خیل می شود، استرکتوری و فضاگی.